است. جناب آقای رئیسی، قانون در مورد اعدام چی میگه؟ خصوصا کسی که اگر واقعا ما این رو بپذیریم که واقعا این شخص مواد مخدر رد کرده، در حالی که همه ما میدونیم که کانتینر مواد وارد میشه توسط خود سپاه، افرادی که سپاهی هستند و حتی بسیاری از رانندگانی که از اینجا بار میزنند از اینجا فکر میکنند ما تن ماهی بار میزنیم، تهران میرسونیم، تو مسیر وقتی که ماشین چپ میشه اون میگه که من از گرسنگی نمیرم، یه تن ماهی را باز میکنه، میبینه که داخل به اصطلاح این قوطی تن ماهی نیست بلکه تریاک هست. این کارهای سازمان یافته است که خود سپاه داره انجام میشه. اما اگر هم بپذیریم که بعضی از اینایی که اعدام میشن 1 کیلو 2 کیلو کمتر چند گرم مواد مخدر ازشون گرفته شده، به طور خاص به این نوع جرائم مواد مخدر قانون چی میگه؟ آیا باید اینا اعدام بشن، چه در کشور و چه در کشورهای دیگه؟ ببینید، قانونی که در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر در دهه 67 اوایل بعد از در واقع رویکار آمد جمهوری اسلامی تصویب شده بود، در واقع این اجازه رو به قانون، به قاضی، به در دستگاه قضایی میداد که به هر حال اعدام ها زیاد باشند، چون خود خمینی هم به این نوع مجازات خیلی اعتقاد داشت. ولی بر اساس ماده‌ای که در سال 96 تصویب شد و به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق شد، اومدن 5 شرط گذاشتن که بیان در واقع تعداد این اعدامی ها رو کمتر بکنن. 5 شرطی که گذاشتن، یکیش این بود که وقتی که طرف مثلا اون قاچاقچی به هر حال کسی که مواد همراهش گرفتن از سلاح استفاده کنه، یا اینکه از افراد زیر سن قانونی زیر 18 سال استفاده کنه برای انتقال این به هر حال مواد، و یا سرمایه گذاری و پشتیبانی مالی داشته باشه. شرط 4مش هم این بود که سردستگی این باند قاچاق رو بر عهده داشته باشه و سرمایه‌گذاری کلان کرده باشه. و 5مین شرطش هم این بود که سابقه محکومیت قبلی نداشته باشه و یا مثل اعدام و یا حبس مثلا بالاتر از درجه 3 که 15 سال به بالا میشه. این شرط ها رو اومدن به هر حال قانون اومد بحث کردن روشون، تصویب شد. ولی در مقابل شهروندان بلوچی که به هر حال هیچ گونه از این شرایط رو نداشتن، باز هم ما داریم میبینیم که دارن اعدام میکنن و نه تنها کمتر نشده، این قانونی هم که خودشون بحث کردن، تصویب کردن، نمیتونن اجرا بکنن چون نمیخوان اجرا بکنن و در واقع ملت بلوچ رو، مردم بلوچ رو به چشم یک شهروند درجه 3-4 میبینن که سرزمینش پر از منابع طبیعی و زیرزمینی است و دست نخورده و بکر مونده و به نوعی بتونند در واقع یک ایجاد رعب و وحشتی بکنن که بتونن مردم بلوچ رو سرکوب کنن و خیلی راحت‌تر نسبت به منابعی که اونجا هست، پتانسیل هایی که سرزمین بلوچستان داره، از اون استفاده بکنن. در واقع قانونی که خودشون هم تصویب کردن و به تصویب کردن رو نمیتونن اجرا بکنن، نمیخوان اجرا بکنن.